مرسی از شما، مرسی از مجتبی و علی عزیز که بحث رو شکافتن. البته فکر کنم اگه دقیق میخواستن همه اسلایدر رو برن، هر کدومشون یه ورکشاپ یه روزه‌ای لازم بودش، ولی خب تو این 20 دقیقه من اسلاید ندارم. فقط خیلی سریع همینجوری خودم معرفی میکنم، چون میخوام روی مانیتور نرم افزار نشون بدم، بگم چجوری میشه از نرم افزار استفاده کرد برای همین داستان. من امیر پویان هرندی هستم. تحصیلم مهندسی برقه، بعدم MBA دارم، دکترای مدیریت دارم، PMP دارم. اینا هیچ کنون ربطی به ورکپلیس سیفتی نداره مستقیم. ولی توی زمینه دیجیتال ترانسفورمیشن شاید الان یه 20 سالی 20 خورده سال هست که فعال هستم. مشاوره مدیریت هم فعال بودم، یعنی به عنوان کانسالتنت کار کردم، به عنوان تکنولوژی دیولپر هم کار کردم. یعنی این دوتا زمینه رو توی این 20-25 سال داشتم همیشه. مؤسس و مدیر عامل شرکت آرتین تک هستم که با افتخار میتونم بگم یکی از بهترین ERP های کانادایی هست برای واحدهای صنعتی کوچیک و متوسط. و افتخار داریم که در کنار دوستان توی مباحث کامپلاینس ها بتونیم کمک کنیم به شرکت ها که اینا رو اتومات کنن. علاوه حالا کلا بیزنس پروسس ها که هر دوتای دوستان، هم مجتبی عزیز هم علی عزیز، تخصصشون هست، کمک میکنن به بیزنس ها که ورک پروسس هاشون رو بتونن اپتیمایز کنن. ما این افتخار داریم که بتونیم توی بک‌گراند اون به سر تکنولوژی مورد نیاز فراهم کنیم. من دو تا داستان رو میخوام با دوستان شیر کنم. یکی این که همه این حرفایی که دوستان زدن چطور میشه از سیستم‌های کامپیوتری EHS Environmental Health and Safety، البته حالا اسمای مختلف داره ولی EHS اصطلاحی که برای نرم افزارهایی که برای این منظور هستن، از سیستم‌های EHS استفاده کنیم برای اینکه یه عالم از این مشکلات رو خود به خود برطرف کنیم و روی این الزاماتی که دوستان بهش اشاره کردن کنترل کامل داشته باشیم. و اگه یه روزی این پیش اومد که آدیت شدیم یا مثلا از WSIB یا هر جای دیگه اومدن خواستن ببینن که چه اتفاقایی افتاده، ما بتونیم خیلی راحت پروتکت کنیم سازمان خودمون رو. یعنی اینجوری باشه که ما همه مدارک و چیزایی که لازم هست رو همش رو یک جا بتونیم در اختیار حالا اون بازرس قرار بدیم و ثابت کنیم که ما اون الزام، به علاوه اینکه خب اصلا محیط کار امنی داشته باشیم. یعنی اصل قضیه اینه. حالا اون سو شدن و پروتکشن ثانویه هست. نکته اول این که از تکنولوژی کمک بگیم که محیط امنی داشته باشیم و کنترل داشته باشیم روی این. من صفحه‌مو شیر میکنم. من یکم اسکرینم رو جابجا بکنم و خب دوستان صفحه منو دارن؟ خب ببینید این آرتینتک ERP هست. منتها من رو کل ERP نمیخوام صحبت کنم. کمپانی هم که آرتینتک ERP میخرن لزومی نداره اصلا همه ERP بخرن، فقط اون جاهای ماژول هایی که مورد نیاز هست رو میتونن بگیرن، بخرن، حالا داشته باشن و ازش استفاده بکنن و فقط همون رو میبینن. حالا ببخشید که یه مقدار شلوغ پلوغه چون این دمویی که همه ماژول ها توش هست، ولی من اون دوتا ماژولی که به طور خاص راجع به EHS هست، ماژول EHS هست، اونا رو باتون شیر میکنم. یه ماژول آدیته که توی آدیت کنترل اگه شما برید مثلا لیست آدیت ها رو بتونیم نگاه کنیم بهش، من میرم آدیت هایی که مربوط به هلت اند سیفتی رو باز نگاه کنم. اینجا مثلا توی این دمویی که گذاشتیم یه دونه از این آدیت ها رو گذاشتیم. نکته اینه که با توجه به اینکه کمپانی شما کدوم یکی از اون استانداردها رو داره پیگیری میکنه و با کدوم یکی از اون ملزومات داره میره جلو، مشاورانی مثل مجتبی یا علی عزیز میان اینجا آدیت هایی که به شما کمک میکنه اون الزامات، اون کامپلاینس ها رو میت کنید، اونا رو ایجاد میکنن. در واقع حالا بعدا نشون میدم اصلا اینا به صورت پکیج های آماده درست شده و شما خیلی راحت مثلا سریع میتونید شروع کنید استفاده کردن ازشون. حالا توی این مثلا این مثاله، ولی توی آدیت ما چی داریم؟ توی آدیت معمولا یه لیستی از کوئسچن ها هست
البته گایدلاین ها رو داریم، نمیدونم استانداردهایی که مربوط به این آدیت، اسکوپش چیه، همینا هست. ولی اصل قضیه این چک لیستیه که شما باید رعایت کنید. این چک لیست رو شما میتونید بیاید توی نرم افزار داشته باشید و سابقه تمام دفعات قبلی که این چک لیست رو مرور کردید، آدیت شدید، یا سلف اسسمنت داشتید، خودتون رفتین چک کردین، یا اینترنال اسسمنت داشتین، و توی اون نکته اینه که شما تمام اون کوشن هایی که بوده، اون کسی که مسئول آدیت بوده میاد میگه که خب این سوال شماره 1 ما انجام داد، چک شده یا نه؟ بله چک شده. آیا مشکلی ابزرو کردیم یا نه؟ ممکنه مثل این مورد مثلا مشکلی ابزرو کرده باشید. خب حالا خیلی وقتا این کارای ممیزی به همینجا ختم میشه، ولی شما به عنوان کسی که توی اون شرکت داری کار میکنین، مسئول اون شرکت هستید، این تازه اول ماجرا دیگه. شما یه مشکل پیدا کردید، این مشکل رو باید بتونید اولا ارزیابی کنید که مشکلتون میجر، ماینر، یا فقط یه opportunity for improvement، و بعد اینکه خب حالا این مشکل که پیدا شد یه کاری باید بکنیم که مشکل برطرف بشه، که این observation با موفقیت چک بخوره. در اون صورت میایم و تاسک تعریف میکنیم. شما میگید خب من این observation رو داشتم، یه مشکل ایجاد شد و اومدم یه تاسکی تعریف کردم برای یه نفری که بیاد، مثلا الان اینجا برای این ساندرا اسمیت یه تاسکی تعریف شد که این تاسک رو انجام بده. و همونطور که میبینید اون تاسک رو انجام داده و کلوز کرده. حالا اگه من رو این کلیک کنم شما میتونید دیتیل این که چی کار کرده، اتچمنت کی کاری انجام داده و دیتیل کاری که انجام داده رو ببینید. ولی مهم اینه که شما خیالتون راحته که این مشکلی که پیدا شده بود الان اون تاسکش کلوز شده و من با خیال راحت این مشکل رو برطرف کردم. و اینجا میتونید اتچمنت داشته باشید، evidence of compliance تون رو، یعنی شواهدی که نشون میده این مشکل کامپلاینس برطرف شده رو شما میتونید اینجا به عنوان اتچمنت داشته باشید. این یعنی چی؟ یعنی که اگر روزی خواستید به آدیتور نشون بدید، تمام این موارد رو با شواهد اجرای اون ملزومات میتونید یکی یکی به اون آدیتور نشون بدید. حالا این که آدیتور چیا رو خواهد پرسید، چیا براش مهمه، اون دیگه تخصص دوستایی مثل مجتبی و علی عزیز هست که بگن شما این موارد رو باید حواستون بهش باشه، این سوالات رو باید جوابش رو مثبت و شواهدش رو داشته باشید در دسترس. خب این بحث آدیت کنترله. ولی یه ماژول مشخص هم برای هلت اند سیفتی داریم، ورک پلیس سیفتی داریم که 5 تا در واقع پیلار مشخص داره. من از اولی شروع می‌کنم. شما امرجنسی کانتکت باید بلافاصله در دسترس همه اعضا باشه، همه افراد باشه. خب یه راهش اینه که شما مثلا کاغذ پرینت میگیرن، این کاغذ رو تو جاهای مختلف کارگاه قرار میدن. مشکل اینه که اون کاغذ اگه یکی از این اطلاعات بالا پایین شد، شما باید یادت باشه کجاها بری این کاغذها رو آپدیت کنی. خب یه روش دیگهش اینه که شما توی نرم افزار این اطلاعات رو بذاری و جاهای مختلف کارگاه یه همچین QR کد هایی رو روی پلاک بزنی، نصب کنی. هر کسی که اسکن کرد بلافاصله ارجاع داده میشه به این صفحه و توی این صفحه تمام اطلاعات آپدیت ورکپلیس سیفتی وجود خواهد داشت. نکته حالا آرتین تکیابی به درخواست اینه که ما برای اینکه شما پرسنل اضافه کنی به دسترسی به نرم افزار هزینه اضافه تری نمیگیریم، یعنی unlimited user. بنابراین شما تمام پرسنل شرکت رو بدون هزینه اضافه میتونید دسترسی بدید به این صفحه امرجنسی کانتکت. 4 تا نکته مهم دیگه هم توی ورکپلیس سیفتی هست. یکی اینکه شما همه ترینینگ ها، همه آموزش های ورکپلیس سیفتی رو با کمک نرم افزار میتونید مطمئن بشید که همه به موقع انجام دادند. شما بنابراین کسی نمیتونه بیاد بگه فلان چیز به من آموزش داده نشد، من نمیدونستم از این دستگاه باید چجوری استفاده کنم که انگشتم قطع نشه، یا من نمیدونستم کفش ایمنی باید بپوشم. نخیر، شما آموزش دیدی، فلان تاریخ یادآوری شده بهت، اینم شواهدشه، اینم اتندنس اون جلسه آموزشیته، این شخص به شما تدریس کرده این رو، و اینم گواهی این که شما این آموزش رو دیدید. بنابراین اسکیجول همه این آموزش ها، حالا من دیتیل چیزو باز نمی‌کنم، ولی مثلا اسکیجول تمام اینا و کیا ترینینگاشون پندینگ هست، کیا ترینینگاشون کامل انجام شده، همینا رو میتونید توی ترینینگ ها ببینید. یکی دیگه داکیومنت های ورکپلیس سیفتی هست که باز به آدما دسترسی میدید سریع به داکیومنت هایی که مربوط به ورکپلیس سیفتی هست دسترسی پیدا کنن
و ضمناً خودتون میتونید ببینید آیا همه داکیومنت ها اینجا کامل هست یا نه، آخرین ورژنش رو دسترسی میتونید بدید به آدمو. بنابراین همه به آخرین ورژن های استانداردهایی که باید بدونن، یا کتابچه های ایمنی که باید توی چیز باشه، ورژن مثلا دیجیتالش دسترسی پیدا میکنن. بنابراین همه دسترسی دارن سریع بده. حالا دو تا چیز دیگه که خیلی مهمه، یکی که اگر حادثه اتفاق افتاد چی؟ خب اگه حادثه اتفاق افتاد خدا نکرده، شما باید بتونید به سرعت مستند کنی. چه چیزهایی رو مستند میکنی؟ به کمک نرم‌افزار شما میتونی سریع مستند کنی که اولا حادثه در چه تاریخی اتفاق افتاد، لوکیشنش چی بوده، دیتیل لوکیشنش رو میدی، حتی زمانش رو میتونی بدی، و اینکه از چه نوعی بوده. مثلا مثلا میتونی انواع اقسام تعریف کنی. حالا هر یه سازمانی، باز اون دوستانی که میان پیاده سازی میکنن نرم افزار رو، این لیستشون رو ممکنه کاملتر از این هم داشته باشن و یه لیستی از اتفاقایی که میتونه، کاتگوری اتفاقی که ممکن بیفته و چه کسایی شاهد این بودن. این باز مهمه، چون بعدا شما میخواید شواهد ارائه کنید اگر بازرس اومد، و اینکه آیا هیچ شخصی هم ایمپکت شده یا نه. یعنی مثلا یه حالا باکس شل شده افتاده، یا اینکه رو سر کسی افتاده. اگه کسی افتاده آیا اینجر شده یا نه، آیا زخمی شده، جراحتی داشته و چه جور بوده جراحتش و کدوم بخش از بدنش جراحت برداشته. این دیتیل رو شما لازم دارید بعداً برای اینکه شواهد. و بعد توضیح اینسیدنت چی بوده، و بعد از اینکه اینسیدنت اتفاق افتاد چه اکشنی انجام دادید، چه کاری انجام دادید بعد از اون اینسیدنت. مثلا به پزشک مراجعه شده یا کمک‌های اولیه ارائه شده یا هر چیزی، و شما اون، حالا مثلا اگه پزشک رفته، گواهی اون پزشک یا تشخیص پزشک یا عکسی اگه لازمه، تمام اینا رو میتونید به عنوان اتچمنت نگه دارید اینجا برای وقتی که لازم بود. و بعد اینوستیگیشنه. شما حادثه اتفاق افتاده، حالا یه تیم شما میذارید یا یک نفر یا چند نفر که بیان اینو چرا اصلا این اتفاق افتاد، روت کاز این مشکل چی بوده، و باز اونا میتونن اتچمنت های خودشون داشته باشن راجع به روت کاز این مسئله. و بعد میتونن از همینجا، ما چون توی ERP مون بحث نان کانفورمنس داریم، میتونن از همینجا فرم کاپا ریز کنن. کاپا چیه؟ Corrective Action Preventive Action. بنابراین میتونن به طور عمیق و خیلی اساسی بیان و روت کاز انالیسیس انجام بدن و preventive action recommendation، یعنی چیکار کنیم که دیگه این نوع اتفاق نیفته. خب من از این که بگذرم، این برای اینسیدنت ها هست که خب هر جایی قرار گزارش بشه سریع میشه از این خروجی گرفت. شما تمام سابقه اینسیدنت ها رو میتونید اینجا نگه دارید تا هر 100 سالی که هر 10 سال 20 سال هر چقدر که لازم است، که علی اشاره کردن که مثلا فکر کنم 6 یا 7 سال درسته باید این سوابق نگهداری بشه. 6 سال 6 سال شما نگران این نخواهید بود که حالا مثلا کاغذها رو گم کردم یا اصلا به طور کامل من کپچر کردم چیزا رو، ریپورت ها رو یا نه، اینسیدنت ها رو میتونید اینجا نگهش. یه داستان دیگه اینسپکشن ها هست. شما مثلا توی خونه ها میبینید، اگه آپارتمان زندگی کرده باشید، چند وقتی بار میام یه اسموک دیتکتورها کار میکنه یا نه، سالی چند بار این کارو میکنن. یا مثلا توی سازمان ها آیا نرده ها سفته یا نه، نمیدونم موارد ایمنی در نظر گرفته شده یا نه، آیا مثلا لیکیجی برای مواد شیمیایی وجود داشته یا نه، گاز مثلا آیا اینا میگن واک ترو های اینسپکشن ایمنی، ورکپلیس سیفتی، که شما میتونید انواع اقسام تعریف کنید و هر واک تروی ممکنه مثلا بعضی 3 ماه یه بار لازم باشه انجام بشه، بعضیش هر هفته لازم باشه انجام بشه، بعضی سالی یه بار کافی باشه. تمام اینا رو هر چی مرتبط هست اینجا مثالاشو میبینید، مثلا ladder and housekeeping safety check spill response، همه اینا رو میتونید شما داشته باشید. و بعد هر کدوم از اینکه تعریف میکنید، اون کسی که میره اینسپکتور هست، این کسی که میره اون واک ترو رو انجام میده، بهش میگید که چه چیزهایی رو باید چک کنه. یعنی دوباره شما یه چک لیست میذارید جلوی اون آدم و این وقتی داره واک ترو رو انجام میده، یکی یکی از روی چک لیست ها ملزم میشه که بیاد و گزارش پر کنه. حالا گزارش رو من نشونتون بدم. توی گزارش اینجا دوباره میبینید یکی یکی گزارش همه اینا رو چک کرده اون اینسپکتور و یک مورد مشکل پیدا کرده و اون یه مورد مشکل رو توش هازارد بوده، یعنی خطر بوده، توضیح داده و حالا مثلا یه اتچمنتی هم ازش گذاشته، میتونه یه عکس باشه یا هر داکیومنتی.
بعد نکته اینه که شما توی هر سازمانی میتونید یه ورکپلیس سیفتی کامیتی تعریف کنید. اینجا اگه دقت کرده باشید توی منوی قبلی من نشون دادم شما میتونید اینجا ریویو تیم یا هم ورکپلیس سیفتی کامیتی و اینکه هر کدوم رولشون چیه، مثلا ادوایزر، این سیفتی اسپشیالیست، اینا رو تعریف کنید. این اینسپکتور وقتی یا اون شخصی که قراره اینسپکشن انجام ده وقتی میره واک ترو رو انجام میده و یکی یکی چک میکنه موارد سیفتی رو، اون کمیته سیفتی براش نوتیفیکیشن میاد که یه سیفتی واک ترو انجام شده و گزارشش اینجاست. حالا دوباره اون کمیته سیفتی میاد میگه خب من یه دونه مورد داشتم، این مورد رو میام از نوع مثلا درجه B ارزیابی میکنم، خب شدتشو و اهمیتشو، و باز این میاد تسک تعریف میکنه و به آدما تسک اساین میکنه. باز یادآوری میکنن چون ما نامحدود همه بدونه که هزینه اضافه تری بدن میتونن عضو این، یعنی بیان دسترسی داشته باشن به این سیستم، برای شما به هر کسی تو سازمان ممکنه بخواین یه تسکی تعریف کنید براش که بیاد و این مشکل رو برطرف کنه، که اون براش ایمیل میره، نوتیفیکیشن میره، و بعد شما اینجا که کلیک کنید میتونید ببینید که به این خانم آماندا تسک شماره 14 که فیکس ایشیو چی بوده، مثلا دیسکریپشنش هم اینجا هست و این هنوز کار رو انجام نداده. بنابراین مشخص میشه اون کمیته میتونه سریع ببینه که اون کارهایی که به آدما اساین کرده اون کار رو انجام شده، مشکل برطرف شده یا نه. و بعدش هم دیگه مثلا دوباره اگه میتونه نوت بذاره، میتونه چیز کنه، میتونه دوباره corrective action preventive action از اینجام شما میتونید تعریف کنی. یعنی میتونه اون کمیته بگه که چه کاری بکنم که دیگه این مشکل به وجود نیاد در آینده. خب اینا چیزایی که این نرم افزار میتونه ساپورت کنه. چیزای دیگه هم هست، من خیلی واردش نمیشم. مثلا خود مینتیننس ممکنه یکی از الزاماتی باشه که مینتیننس درست انجام بشه و غیر و ذالک، ولی مهمتریناش همین داکیومنتیشن بود، ترینینگ ها بود، اینسپکشن ها بود، اینسیدنت ریپورت ها بود و ایمرجنسی کانتکت اینفورمیشن هست. تمام اینا رو و آدیت ها، در واقع آدیت ها و سلف اسسمنت ها و آدیت ها اکسترنال و اینترنال و اینا رو تمام میتونید شما با نرم افزار خیلی راحت مدیریت کنید. حالا اینا همونجوری که دقت کردید یه جاهاییش مثلا تو همین آدیت یه سری مثلا آدیت کاتگوری ها که بهتون گفتم ستینگ داره، یا مثلا توی اون کوئسچنرها بعد شما بدونین چه کوئسچنر، اینا به صورت دیفالت برای هر کمپانی ممکن فرق بکنه. اونها رو ما اومدیم توی مارکت پلیس، الان GQCC میبینید که پکیج داره، مثلا پکیج اولش ایزو 45001 هست. بنابراین شما وقتی میاد این پکیج رو دریافت میکنید مثلا از علی عزیزی، از مجتبی عزیز، نه تنها از سرویس مشاوره این دوستان استفاده میکنید که بهتون میگن چه مواردی باید رعایت بشه تو سازمان شما، کجاش باید چه اتفاقایی بیفته که پروتکت بشید، سازمان سیفی داشته باشید. علاوه بر اینا تمام اون ملزومات و الزامات و چک لیست ها و استاندارد ها و همه اونها رو توی نرم افزار هم براتون ستاپ میکنن، یعنی ستاپ شده وجود داره و بهتون و برای سازمان شما ویژه سازی میکنند و در واقع شما با دسترسی به نرم افزار تمام اون الزامات رو در واقع خواهید داشت و این کار اولا آدیت شما رو خیلی خیلی راحت میکنه، یعنی شما همه چی جلوتون هست و بعد خیلی راحت میتونید از مطمئن بشید که چیزی از قلم نیفتاده، چون هم یه داستان دیگه است دیگه، چیزی نباید از قلم بیفته و تمام اونا جلوتون هست، نوتیفیکیشناش میاد، زمانبندی، اسکیجولینگش بهتون اطلاع داده میشه و تمام اینا. حالا این لینک رو هم من بعداً اضافه میکنم، اسلاید دوستان رو هم توی ایمیلی برای همه دوستان میفرستیم. فقط اگه حالا علاقمند بودی که از این سرویس دوستان یا که اطلاعات بیشتر کسب کنین راجع بهش، اینجا یه ریکوست کد داریم که کلیک کنین یه فرم باز میشه که، یا اینکه حتی ایمیل هم میتونین بزنین و با ایمیل با همون در ارتباط باشید. بنابراین خیلی راحت هست استفاده کردن از این نرم افزار و اتومات کردن خیلی از این کارها، اسکیجولینگشون و مهمتر از همه نگهداری درست سوابق کارهایی که انجام شده.